درود و عرض ادب خدمت همراهان کانال طب سنتی. خوشحالیم که در کنار شما هستیم. بدن ما هر روز از ما کار میکشه و خستگی چیزی نیست که بشه ازش فرار کرد. اما طبیعت همیشه راهی برای دوباره روشن کردن انرژی ما داشته. امروز میخوایم 5 گیاه انرژیزا رو معرفی کنیم که بدون دارو، بدون خطر و فقط با قدرت طبیعت انرژی بدن رو بالا میبرن. اولین گیاه جینسنگ هست، ریشه انرژی بخش شرق. جینسنگ یکی از معروفترین گیاهان دنیا برای افزایش انرژیه. قرنها در چین و کره ازش استفاده می‌کردن، مخصوصاً زمانی که کسی احساس خستگی، بیحالی و ضعف روحی داشته. این گیاه به بدن کمک می‌کنه با استرس بهتر کنار بیاد و انرژی بدن رو یک نواخت و طبیعی بالا ببره. روی تمرکز ذهنی هم اثر مثبت داره. فقط به یاد داشته باشید که جینسنگ جایگزین غذای سالم و خواب کافی نیست و یک کمک طبیعی محسوب میشه. گیاه دوم نعنا هست، یک خنک کننده طبیعی که بدن رو بیدار میکنه. همه ما نعنا رو میشناسیم، اما کمتر کسی میدونه که رایحه نعنا میتونه مغز رو تحریک کنه و حس بیداری و انرژی بده. حتی تحقیقات نشون داده بوی نعنا میتونه سرعت واکنش ذهنی رو زیاد کنه. در طب سنتی هم همیشه از نعنا برای باز کردن نفس و تقویت حال عمومی بدن استفاده می شده. و میرسیم به رزماری، گیاه تمرکز و هوشیاری. رزماری یکی از بهترین گیاه‌ها برای بالا بردن انرژی ذهنیه. جالبه بدونید که حتی بوی رزماری میتونه روی مغز اثر بذاره و میزان هوشیاری و تمرکز رو زیاد کنه. در طب سنتی رزماری رو برای تقویت حافظه و کاهش خستگی به کار می‌بردن. چهارمین گیاه زنجبیل هست، یک گرم کننده طبیعی که جریان خون رو تقویت میکنه. زنجبیل از قوی ترین گیاهان برای گرم کردن بدن و به حرکت درآوردن انرژیه. این گیاه باعث میشه جریان خون بهتر بشه و بدن سریعتر به تعادل برسه. زنجبیل به هضم غذا هم کمک میکنه که این خودش باعث افزایش انرژی طبیعی بدن میشه. و آخرین گیاه ریحان هست، بوته آرامش بخش و انرژیزا. ریحان فقط یک سبزی خوشبو نیست. در طب سنتی از ریحان برای بالا بردن نشاط، کم کردن خستگی و آرام کردن اعصاب استفاده می‌کردن. این گیاه به بدن حس سبک بودن میده و میتونه یک حس خوب و انرژی نرم بهتون بده. خب این 5 گیاه یعنی جینسنگ، نعنا، رزماری، زنجبیل و ریحان از امن‌ترین و طبیعی‌ترین گیاهانی هستند که به بدن کمک می‌کنن انرژی بیشتری داشته باشه. اما نکته مهم اینه که اینها دارو نیستن و قرار نیست جای درمان یا نسخه پزشکی رو بگیرن. اینا فقط هدیه‌های طبیعتن که میتونن به شما کمک کنن روزتون رو با انرژی بیشتری شروع کنید. اگر دوست دارید بیشتر وارد دنیای گیاهان دارویی و اسرار طب سنتی بشید، کانال رو دنبال کنید، چون تازه اول راهیم و کلی نکته جذابتر منتظر شماست.